میکروکپسول 100 برابر قوی تر از بیوممتیکه. وقتی اسم بیوممتیک میاد یعنی فرمولی که مثل پوست انسان طراحی شده، اما میکروکپسول یک نسل جلوتره. توی تکنولوژی بیوممتیک مواد فعال فقط روی سطح پوست اثر میذارن و یه مقداری پایینتر میرن، اما در تکنولوژی کپسول هر ذره از ویتامین C و کلاژن هیدرولیز شده و نیاسینامید و یارونیک اسید و کلی ریز مغذی دیگه داخل کپسول‌های میکروسکوپی هوشمند قرار گرفتن که این کپسول فقط با گرمای پوست و pH پوست برخورد میکنن، به آرامی باز میشن و مواد فعالش در عمق سلولی پوست آزاد میشن، جایی که پیری، شل شدگی و چروک‌ها از اونجا شروع میشه. نتیجهش چیه؟ بازسازی سلولی تا 98%، تحریک مداوم تولید کلاژن، الاستین، سفتی و لیفت طبیعی بدون تزریق و پوستی که واقعا جوون میشه، نه فقط براق دیده بشه. به خاطر همین میگم میکروکپسول یعنی نسلی بعد از بیوممتیک، 100 برابر دقیق‌تر، 100 برابر موثرتر. اگه میخوای اطلاعات این محصول رو بدونی و قیمتش رو متوجه بشی، همین الان کلمه کد رو کامنت کن.